آخرین رویای فروغ، سیامک گلشیری، چاپ دوم. ادامه فصل 12. صدای بلند بسته شدن در حرفش رو قطع کرد. هر دو نفرمون برگشتیم. نادر داشت با دو مرد می اومد سمت ساختمون. یکی از اونها که مسن‌تر به نظر می رسید کیف سیاهی در دست داشت. از پله‌های ایوون که بالا اومدن بلند شدیم. نادر ما رو به دکتر و مرد مسن که ظاهراً پرستار بود معرفی کرد و بعد با هم تو رفتن. پیرمرد تا وقتی نادر و بقیه از راه پله‌ای که به اتاقای بالا منتهی میشد بالا رفتن چشم از پنجره ها بر نداشت. بعد گفت شاید مجبور بشن دوباره ببرنش بیمارستان. ممکنه. حالش اصلا خوب نیست. سیگاری از توی پاکت بیرون آورد. داشت تمام تلاشش رو میکرد که وقتی فیلترش رو فرو میکنه توی چوب سیگار رو با کبریت روشنش میکنه دستاش نلرزه. همونطور که داشت به اون پک میزد از جاش بلند شد و رفت لب ایوون. زل زده بود به درختا که گفتم بالاخره چی شد؟ برگشت طرفم گفت چی؟ گفتین تصمیمتون رو گرفته بودین برین خارج. بلند شدم رفتم کنارش. گفتین سیگار نمیکشین؟ نه سیگاری نیستم. با سر به سیگار که لای انگشتای باریک و درازش گرفته بود اشاره کرد. گفت منم خیلی وقت بود کنار گذاشته بودم. برام سمه. لبخند زد. میدونین فکر میکردم میرم خارج و بعدش اگه نخواستم برمیگردم و دوباره همه چی میشه مثل روز اول. فکر میکردم اگه دوباره برگشتم میتونم دست فروغ رو بگیرم و دوباره بریم توی همون گردنهای جاده چالوس و از اون بالا دره‌های سفید رو تماشا کنیم. درست عین اون شب. میاین قدم بزنیم؟ منتظر جوابم نشد. راه افتاد سمت راه پله. پشت سرش از پله ها پایین رفتم. با هم از کنار ماشین ها تا دم در قدم زدیم. گفت دیشب هوا خیلی دم داشت. خیلی گرم بود. دستشو گذاشت روی دستگیره در. فکر کردم میخواد بازش کنه. اما تکونش نداد. وقتی هوا دم داره نفس آدم تنگ میشه. من که اینطوریم. این همه سال اینجا بودنم هیچی رو تغییر نداده. ولی امشب خیلی خوبه. چشمم به یکی از بوته‌های شمشاده کنار راه سنگی افتاد که تکون خورد. مطمئن بودم همون گربه پشمالوئه که جایی پنهون شده. منتظر بودم ببینمش که آقای پاکزاد گفت زیاد خارج بند نشدم. فکر کنم 8 ماه نشد. هنوز نگاهم به بوته‌های شمشاد بود که پیرمرد گفت اواخر اینقدر دلتنگ شده بودم که دیگه یه روزم نمیتونستم دووم بیارم. میخواستم هر طور شده برگردم. ولی وقتی اومدم همه چی فرق کرده بود. به سیگارش پک زد و اونو انداخت جلوی پاش. وقتی داشت نوک کفشش رو روی اون میکشید گفت فروغ دیگه نمیخواست منو ببینه. بهم گفت براش همه چیز تموم شده. گفت همون وقت که خودش و بچه رو گذاشتم و رفتم همه چی تموم شده بود. خب شما چی کار کردین؟ فکر میکنین چی کار کردم؟ ول نکردم. بهش التماس کردم. بهش گفتم اشتباه کردم و حاضرم تاوانشو پس بدم. بهش گفتم هر کاری میکنم که نظرش عوض بشه. دستشو گرفت جلوی دهانشو سرفه کرد. سرفه هایی که باعث شد خم بشه.
و من احساس میکردم چقدر توی سینه‌ش احساس درد میکنه. گفتم میخواین براتون آب بیارم؟ دستشو به نشونه نفی تکون داد. کمی که آروم شد برگشتیم سمت ساختمون. وقتی از کنار ماشینا میگذشتیم آهسته گفت میدونین چی بدتر از همه بود؟ چی؟ پدرش تو همون مدت کوتاه تصمیم گرفته بود طلاقشو بگیره و شوهرش بده. خودش چی؟ خودش هم واقعا دیگه نمیخواست با شما باشه؟ یعنی دیگه واقعا همه چی براش تموم شده بود؟ نمیدونم. واقعا هنوز که هنوزه نمیدونم. نمیدونم چی تو قلبش بود. ایستاد و رو کرد به من. فقط اینو میدونم که طلاقشو گرفت و چند ماه بعدم شوهرش داد. به همون کسی که پدرش همیشه میخواست. بچه رو هم داد به من چون شوهرش نمیخواست هیچ چیزی از زندگی قبلی فروغ توی خونش باشه. نفس عمیقی کشید. بعضی وقتا به خودم میگم فروغ داشت با خودش لجبازی میکرد. شاید هم میخواست منو تنبیه کنه. ولی به چه قیمتی؟ لبخند زد. گفت میدونم الان دارین توی دلتون چی میگین. دارین میگین چه آدم خیال بافیم. اصلا همچین فکر نمی کنم. وقتی میرفتیم سمت ایوون دستاشو فرو کرده بود توی جیباش. گفت این چیزا مهم نیست. مهم اینه که من از دستش دادم. زندگیمو از دست دادم و دیگه نمیتونم برگردم به گذشته. دیگه نمیشه چیزی رو جبران کرد. پایین پلکان دوباره ایستاد. گفت شاید من نباید این چیزا رو برای شما میگفتم. فروغ مادر زنتونه. آدم شاید بهتر باشه یه چیزایی رو در مورد اطرافیانش ندونه. یه وقتایی هم کمک میکنه که بتونی از چیزایی که تو ذهنت خلاص بشی. مثلا چی؟ مثلا اینکه همیشه هم نقش یه زن گوش به فرمان یا چه میدونم یه مادر خیلی نگران رو نداشته. رفتیم نشستیم روی صندلیای فلزی و من از پشت شیشه ها توی اتاق رو نگاه کردم. هیچ کس اونجا نبود. داشتم فکر میکردم شاید امیر و حامدم رفتن اتاق بالا که چشمم به امیر افتاد. لیوانی دستش بود و از آشپزخونه بیرون اومد. آقای پاکزاد گفت میدونین من 2-3 بار رفتم سراغش. برگشتم طرف پیرمرد. داشت دوباره پاکت سیگارش رو روی میز میچرخوند. گفتم سراغ کی؟ سراغ فروغ. میخواستم دخترش رو بهش نشون بدم. میخواستم ببینه داره بزرگ میشه. تکیه داد و پاهاشو روی هم انداخت. گفت حاضر نشد ما رو ببینه. نه منو نه دخترشو. چرا؟ حرفی نزد. دوباره گفتم چرا؟ همونطور که خیره شده بود به جای روی میز گفت برای اینکه نمیخواد زندگیش به هم بخوره. بار آخر به هم گفت دیگه هرگز نمیخواد ما رو ببینه. بهم گفت فراموشمون کرده. هر 2 نفرمون رو فراموش کرده. گفت ماها براش مردیم. میدیدم که چشماش پر از اشک شده. حس میکردم داشت تمام تلاشش رو میکرد که اشکی از اونا پایین نیاد. گفت دروغ میگفت. میدونم که داشت دروغ میگفت. میفهمیدم چه زجری میکشید وقتی داشت این حرفا رو به هم میگفت. نوک انگشتاشو کشید به چشماشو با خودش چیزی گفت که نشنیدم. برگشتم طرف پنجره. امیر سر کنترل رو گرفته بود مقابل LED و داشت دکمه‌ای و فشار میداد. چند بار دیگه هم کانالا رو عوض کرد تا اینکه تصویر مردی رو دیدم که نزدیک رودخانه
کم ارزی ایستاده و رو به دوربین چیزی میگه. دوربین رفت سمت شیئی میون آب. داشتم سعی میکردم از اونجا ببینم چیه که شنیدم پیرمرد چیزی گفت. سرم رو چرخوندم طرفش. گفتم بله. شاید باور نکنین ولی تو تمام این سالا که حتی حاضر نشد جز چند بار فقط دخترش رو ببینه یه لحظه هم نبوده که بهش فکر نکنم. همیشه نفس عمیقی کشید. همیشه هر کاری میخواستم بکنم یا توی هر موقعیتی به خودم میگفتم اگه فروغ بود حالا چی میگفت؟ اگه اینجا بود چی کار میکرد؟ فکرشو بکنین. یه عمر. یهو مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه از جاش بلند شد. گفت ما باید بریم. ما نباید الان اینجا باشیم. نمیخوام یه وقت چیزی پیش بیاد. میشه از شما خواهش کنم فریبا رو صدا کنین؟ بلند شدم. گفتم نباید برین. هر اتفاقی هم که بیفته نباید برین. به خاطر تمام سالایی که حرفشو زدین باید بمونین. حتی اگه بیژن یا هر کس دیگه‌ای بدش بیاد. میدونین منم مثل شما فکر میکنم. الان خانم جون داره به حرفاتون فکر میکنه. مطمئنم حالا داره به همون گردن فکر میکنه. همونجا که وایساده بودین و داشتین اون دره سفیدو میدیدین. به نظرم متقاعد شده بود. فکر میکردم میشینه و دیگه هم حرف رفتن رو پیش نمیکشه. اما گفت نمیخوام یه وقت حالا که اینقدر بهش نزدیک شدم با یکی از اعضای خانواده‌اش درگیر بشم. میخوام صبر کنم تا سر فرصت خیلی چیزا بهش بگم. میشه خواهش کنم فریبا رو صدا کنین؟ پاکت سیگارش رو از روی میز برداشت. اگه اتفاقی بیفته میشیم عین سابق. دیگه نمیتونیم ببینیمش. حال آدمی رو داشت که تصمیمش رو گرفته و دیگه هیچ چیزی نمیتونه نظرش رو عوض کنه. وقتی راه افتاد طرف راه پله گفتم اگه آدمی که اون بالاست مخالفت کنه شاید دیگه هیچ وقت نتونین تا این حد بهش نزدیک بشی. ایستاد. گفتم اینو دارم جدی میگم. اگه برگردن تهران دیگه هیچ وقت نمیذاره ببینینش. یک آن به خودم گفتم دارم چی میگم؟ فکر کردم نباید این حرف رو میزدم. اما این آخرین راه بود. آخرین چیزی که میشد پیرمرد رو که حالا زل زده بود به من اونجا نگه داشت. تمام برقی که حتی موقع گفتن بدترین خاطراتش توی چشم داشت از میون رفته بود. چرخید سمت باغچه و برای چند لحظه سکوت کرد. بعد برگشت طرف من. گفت درست میگین. از اون زمان تا حالا هیچ وقت اینقدر بهش نزدیک نشده بودم. نشست روی صندلیش. همون وقت در باز شد و دکتر و مرد مسن و پشت سرشون نادر بیرون اومدن. دکتر برای ما سر تکون داد و لبخند زد. بعد با ما خداحافظی کردن. از کنار ماشینا که میرفتن سمت در، پیرمرد زل زده بود به اونها. همین که صدای خداحافظی نادر رو با اون 2 نفر توی کوچه شنیدم راه افتادم. در تمام مدتی که داشتم از میون راه سنگی به سمت در ویلا قدم برمی داشتم، نگاه سنگین پیرمرد رو پشت سرم حس می کردم. در رو که باز کردم دیدم نادر ایستاده نزدیک پیاده‌رو و خیره شده به ماشین که داشت توی تاریکی کوچه محو می شد. وقتی پیچید پایین بولوار رفتم کنارش. بی اون که برگرده گفت دکتر خوبیه، خیلی وقت میشناسمش. 8-9 سال پیش تهران بود. برگشتم چون خیال کردم صدای قدمایی رو پشت در شنیدم. نادر گفت مادرمو چند بار برده بودم پیشش.
وقتی فهمیدم اینجاست خیلی خوشحال شدم. دیگه هیچ صدایی نمی اومد. با خودم فکر کردم محال پیرمرد اومده باشه دنبالم. گفتم چی گفت؟ کی؟ دکتر دیگه، در مورد خانم جون. گفت کلیه‌اش بهتر شده ولی به خاطر وضع رگای پاش تا آزمایششو نبینه نمیتونه دوز داروهاشو تغییر بده. نگاهش به روبرو بود. به محوطه میان ویلاها که حالا تاریک‌تر به نظر میرسید. گفت وقتی پرستار ازش خون میگرفت یه لحظه شروع کرد به حرف زدن. پروینو شناخته بود، باور میکنی؟ بهش گفت چرا دیشب که از بیمارستان آورده بودیمش نبردیمش کنار دریا. لبخند زد. همون وقت به پروین گفتم بذار الان بذاریمش تو ماشین و ببریمش لب دریا. ولی دکتر گفت بهتر تکونش ندیم. نگفت باید بستری بشه؟ دارم فکر میکنم شاید اگه میبردیمش کنار دریا همه چی یادش میومد. جدی میگم. هممونم دنبالش میرفتیم. طرفو هم میبردیم. تو چیزی گفتی؟ گفتم نگفت باید بستری بشه؟ سکوت کرد. وقتی با سوالمو تکرار کردم گفت پروین اون بالا ازش هم پرسید. خب چی گفت؟ دستشو کشید پشت گردنش. گفت احتیاجی نیست. گفت صبر میکنه تا نتیجه آزمایشش بیاد. توی تاریکی خیره شده بودیم به هم که صدای پروین رو شنیدم. مطمئن بودم که داشت با آقای پاکزاد حرف میزد. نادر گفت باور نمیکنی چقدر دلم میخواد میبردمش لب دریا. به دکترم گفتم نمیشه برای چند دقیقه هم که شده ببریمش کنار دریا. داشت خیلی آهسته حرف میزد. گفتم چی گفت؟ گفت تو این موقعیت توصیه نمیکنه تکونش بدی. دستشو گذاشت روی شونم. با هم راه افتادیم سمت در. هنوز تو نرفته بودیم که دیدم ایستاد. گفت اگه مادر تو بود، یعنی میخوام بگم اگه همه چی دست تو بود، نمی بردیش کنار دریا؟ ها؟ به مادرم فکر کردم. به اینکه درست در همین موقعیت قرار گرفته، به اینکه با چشمای بهت زده، بی اون که منو بشناسه، خیره شده توی صورتم. بلافاصله تصویر پدرم در ذهنش نقش بست. اینکه در این موقعیت همه چیز رو در نظر میگرفت. هر چیزی که شاید تا اندازه‌ای به زنده نگه داشتن اون کمک میکرد. این بود که گفتم نمیدونم. شاید واقعا تکونش نمیدادم. ممکن بود حالش بدتر بشه. واقعا نمیدونم. حرفم رو قطع کرد. ولی اگه من بودم میبردمش. حتما میبردمش. باور کنین تنها راهه. تنها کار کوچیکیه که میشه براش انجام داد. در رو کاملا باز کرد و من چشمم به آذر و شادی افتاد که ایستاده بودن توی ایوون و داشتن با پیرمرد حرف میزدن.